لیکن تو چواندازی زور بوده ایده. جونا جان این موتور از این پاس است دوست. نمیشود نمیدونم. میشود عجیب بود میشود. به همین هم من بسیار استفاده برده نمیتونم. بگذار این جانور عقلا در دست آدمی سزاوار باشه. اما رد نکن. تشکر جونا جان. لیکن تو این را جانور نگو. این نام ندارد مگر؟ چی؟ این خیلی نمیشود برادر. مگر سمن به نام میشود؟ ها؟ گوش کن از این پس نام این دیگزار کاهیلان باشد. کاهیلان؟ آها کاهیلان. یگان که کم بودی؟ خاطر نشو همش ناز میشه. شناسنامه؟ این حال شونده است. تشکر. ای بچه تو مرا تاخیر میکنی مگر؟ چطور یافتی تو مرا؟ این رامان یک خبر رسید. چه خبر؟ بله و فکرم خیلی مهم است. لیکن شفردار بچه ها در بلایش کار بوده ایستادند. با همکاران شما با خوردن لازم امرم در جای معین شده با میخوایم بعد از 1 ساعت. گفتم رو فراموش نکنید. رفیق کمیسر بفرمایید. مرحمت. تشکر. احوالش چی خیلی است؟ جراحی خوب گذشت. احوالش خوب بود. لیکن 1-2 ساعت می شود که بیمار خود را به حال حس می کند. هنوز تشخیص انیق مانده نتوانستیم. خطری مرگاور ندارد میخلی؟ نه به فکرم نه. شاید از سبب سستی بدنش باشد. برای بیاناتش رو گرفتن وقتی دیگر بیایم درست‌تر می‌شدگیست. چیزی گفته نمیتوانم. به فکرم فردا بیاید باز خوبتر می شود. خیر انشالله. بارکاتا پگاه ساعت 14:15 به حمزه احود سپارده می شود. جمله ثبت شده همین است. مگر یگان فکری دیگری نیست؟ البته همه حمزه احود رو دیده برآمدیم. در استانبول تنها 3 کس است. با این واقعه هیچ علاقه‌مند نمی‌نمایند. لیکن در زیر نظارتند.
این خیلی باشد معنای دیگری داشتنش لازم. البته نباشد اینقدر آشکار و گپ نمیزدند. بارخالتا پگاه 14 و 15 به همزه سپاریده می شود. پس امروز ها فتنه و به سر و سامانی های زیاد را انتظار دمیتر نه؟ بله ما هم شما بر این همه شبه ها رو با پا خیزوندیم. لیکن عادتا فتنه‌کاری ها در وقت آخر آشکار می شود. علاج واقعه پیش از وقوع می باید. شاید این هم یگان رمز اقوانگیزی کلان است. با این باوری اما قریب که پورا است. درا سردار گمانبر شده با بیاناتی آماده نبود. بیاناتش را نگرفتم. گذشتهش رو کفت کفت. در یک سال آخر هر جای رفته گشت رو. هر کلوبی ازا شدهش رو. هر بازی فوتبالی رفتش رو. چیز توانید یابید. تمام جزئیاتش رو معلوم کنید. اما لبای شکر خدا که گرفتید. گوش کنید، امروز ساعتی 10 نماینده عقد نکاح میآید. از یاد نبرارید. زیجان در هیجان است. شما با کار اندرمان شده از یاد میبرارید. ما به خاطر شما که رسیده آید دیرتر آمدنی نماینده عقد نکاح را راضی کنانیدیم. باز نگفتی نگوید. مایلش زنک مایلش. تاکید میکنم نجی، باز از یاد نبرارید. مایلش گفتم زنک. یالا در آمده گپ ما با بچه ها به سیر و گشت ساحل میبراییم. در یادتون باشد. خوب مایلش خیر تا دیدم. راجو جان این ذاتی زنها چکلنده با کدام زبان گپ میزنن هیچ جا گرفته نتوانستم. یا خدا یا توبه. این چه خیلی آدم هستن؟ خواهرش عقد نکاح دارد و هیچ گویا کاری مقرری باشد. پاپا یگان کارشون بر اومدگیست. مثل همیشه واهمه کرده ایستاده. یگان چیزی واهمناک نیست. حتی برای شیرینی ها هم واهمه میکنه. نکاح سودای عمر است. سه جان را کارش تعیین باشد. سه جان نشنود. به این هم پر هیجان است. بیایید نزد شویم. رفتیم. کنی مراد چخیل حجرات معقول شد؟ اگر به گپم گوش کنی من به تو از این ها میدیم. چقدری که خواهی. چقدری که خواهی. اما از تو یک چیز میخواهم. این بارخالتا را دیدی ساده ای؟ کارها حل شد. کار خواستگیمون رو کرده میتونم. البته عقلشون نمیرسد. آنها کودکند. کار متقید کنانی تماما حل شد. امروز قریب 1 هفته میشد. این خیلی باشد به عملیات آماده ساز. در خصوص همین مسئله حمزه احود بارخالتا حالا یگان گپی نو نیست جرا جون؟ وقت انتظار نمی شود. تیک تاک تیک تاک. نه از حمزه احود هایی که در زیر نظارتن یگان شبهه نیست. تنها از یک توش. انا همون دین شب به خانه‌اش آمده است. خرچی؟ من هم کمی پیش خبردار شدم. لیکن به فکرم اون اینقدر مهم نیست. چه خیل مطمئن بوده میتوانی جرا جان؟ تنها یک حس. خیر این حریفی به خانه‌اش آمده را میدانی؟ نه. در حال اجازتی کافتگاه به خانه‌اش را باید بگیریم. چه خیل اجازت؟ چه خیل کافتگاه؟ ایستو یک ثانیه. این کودک ما را میکشد. سردارم عملیات را سر میکنیم. به خطری اطراف تامین است؟ بله سردار. خب سر کردیم. پلیس کشای در را.
از بار آخر آگاه میکنم کجایه؟ بچه ها پیش کنید. پلیس! خالی 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 پلیس! السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. آرام شوید خاله جان. ما پلیسیم. آرام شوید. خدا به درگاهش قبول گرداند نمازتان را. خاله جان حمزه احود در کجاست؟ کیه؟ خاله جان حمزه احود. نفهمیدم. حمزه در کجاست؟ حمزه در بیمارستان. سنگ گردهش غلطیده است. دردش شدت گرفت. به بیمارستان بردن. مرا ببخشید خاله جان. خدا شفا دهد. مرا ببخشید. خدا شفا دهد. تشکر. بیایید دستانتان را ببوسم. سلامت باش. بچه ها میرویم. به پیرزن یاری دهید. خوب خب شد. زودتر. کنیمرو جان رو به کشتی شین. آن طرف را دل زده می آیی. همین که از کشتی فر آمدی من این قندق ها را به تو میدیم. رو فهمیدی؟ کارخالته را لبالا پر کرده اید. آن چقدر خوبه دارد؟ کاری که وظیفه تو نیست کاردار نشو. بورا این سیر و گشتی ساحل را از یاد نمیبراری. البته ینگه دیده ایستاده. به چشمانی داماد به غیر از جون کسی را نمیبیند. ما بیهوده زود زده ایستاده ای من. فهما. طبق گفته پیرزن حمزه احود واقعا هم در بیمارستان است. همین خیلی؟ خب خدایا کی باشد این حمزه احود؟ درو حالم یکون خبر نیست؟ نه سردارم. به شرف ها. ببخشید سردارم. کی میداند این بیناموس ها باز چی اندیشه دارند؟ آرام شو پیروز جون. آرام شو. چی شد؟ کلمه شهید رو که دیدم با یادم همیشه میاد. میدونم جونکم زیق نشو. هر باری که از خبرها خبر شهیدان رو میشنوم درونم میسوزد. پیروز جون آنها جاویدانی‌اند. کی میداند این حمزه احود چه شهید شده باشد؟ در فیلم دعوت هم حضرت حمزه نیز در احود شهید شده است. الله، شاید این بیچاره هم نامی حضرت حمزه نیز نزد او باشد. بیا رفتیم. این کسب یک عجب کسب سیگید. بازم به غضب اومده خود را به دست گرفتن نمیتونه. و خیالم ما زنان را رنج آمدیم. بله، انسان کسی را که گم کرد بعد به قدرش میرسد سردار. صبر کنی یک زن زنم. امروز به سیر و گشت میبر اومدم. کجا شد؟ الو، در کجایید؟ خیریت که زنگ میزده. در کشتی نشستیم. کل را تماشا میکنیم لیکن اینجا سیر آدم است. آوازت چرا که مشکل میآید؟ زکام شدی؟ یا گریه کردی؟ شما هم مثل مفتش میپرسید. از کجا فهمیدید که گویا من گریه کرده باشم؟ باز چی شد؟ هیچ. هنگامی به کشتی ششتنمون
ба ёдам мендерес омад. ба он номи шаҳидро додам. ӯ дар филми даъват буд ку ҳазрати ҳамза дар ҷанги уҳуд шаҳид шуд. ба ёдатон омад? бале. дар бораи ҳамон гап задем бо кирос. ин шаҳид низ ба ҳазрати ҳамза ҳам ном будааст. ин чӣ? номаш чист? номи чӣ? номи чӣ мешуд? номи киштӣ? ай чаро дод мезанед? шаҳид ҳамза уҳуд. ҳозир дар куҷоед? чӣ? ай қат шуд мага? алло? алло, ҳозир дар куҷоед гуфтам? омад овозатон наҷиб. аз вай ҷонам, аз беноз баромадем. дига дарафтем. алло. тавба. наҷибро 16 сол мешавад ки ҳеҷ фаҳмида натавонистам. ҳеҷ кор намекунад. инҳо безараранд. аммо аҷоиб, ҳамроҳаш ягон кас буданаш лозим. ин танҳо куҷо мерафта бошад? худои тавба. زودتر بچه ها، زودتر. از دو طرف، از دو طرف، زودتر. رفته. در کنار ساحلی اناتومی هستیم. مامو دستانتون رو بردارید. نجنبید. بردارید دستانتون رو. کافتو کو کنید. کافتو کو کنید. چی باقیه؟ نجنبید. نجنبید. به طرف قفا روید. به طرف قفا. دستهایت را پشت سر کن. دستهایت را پشت سر کن و پروندن مشغول نکن مرا. وقتش اومد. فاجعه نوی تیتانیک. فقط یک زن زدن بود. خیز از جایت ابله. یگید آن رای رو برخالتا. خاموش شوید بچه ها.
بردش بچه ها. الفرید به ناموسانی بپیچتم. مگیر آچه کجایی؟ همینجا هم دخترم. بیا رفته. آچه جا من ترس. آروم شب دخترم. نجیب این چی گم بود؟ آرام شو، آرام شو. بیا رویم. به خانه رویم. رفته. کشتی را باری دیگر جستجو کنید. این واقعه را به پیشوا چقدر میفهمانیم ها؟ ناهوت برای تو را همیشه من اصلاح کنم. ابلهی بیعقل. از اودش برای به کار دیگر گذر. فهمیدید؟ خوب شد است جناب. ناهوت برای ابله. دردتان چخیل شد؟ سوزش داشت گذشت. صحت شوید. افسوس که به دانستن نام شما مشرف نگشتم. نام من شرط نیست جنابی امان. و شما گفتگی همین را به یاد آوردید؟ کدامش را؟ درباره دامی که پلیس آماده کرده بود. البته حمایتگر قبول نکنی مرا تعقیب بکنم فلان بهمدان. شما را آنها پراندند. نفهمیدم. همان جوانه که شما را پراند. اصلا آدم پلیس است. نه. اما تدبیرش را اندیشه نموده جوشن فولادی پوشیدنتان در حقیقت فایده کرد. دیلتان گواهی داد مگر؟ شاید. اکنون که کارشان آمد نکرد و جوان را نیز نابود می‌سازند. جوان نمرد مگر؟ نه، زخمدار شد. حالا در بیمارخانه است. بار دیگر هم دردیم را قبول سازید. تشکر. پیشوایمان نیز همین را فرمودند که رسانند. شما نیز به آن کس سلامی مرا رسانید. با حرمت زیاد. فشارتون خیلی پس شد از یمگر. میفرماید البته قریب میمردیم امروز هممون. شما فرزندانم با عیبی من به شما با سیر و گشت میبرایم گفته بودم. پروس میگوید سخت ترسیدیم ولی شکر زیاد خلاص شدیم. صدقه کرده‌مون خوب بود است. شد بس حاضر برایتان ایران میآورم. اپا جان آرام شوید. کودکان کجاید؟ خواطر نشوید در خانه. من برای کودکان خواطر آرام شوید اون رپا. عاقبتش بخیر شود. آنها گیرید یانگا جان. زیجو تو زبانی کودکان را خوب میدونی. با آنها صحبت کن. خواطر نشوید یانگا جان همش خوب. ایران رو نوشید. تالی این دختر را بینید. پیش از نکاح چی ها را از سر گذرانیدی. نکاح هم با چی خیل وقت راست آمد. میبینی که راست. تو آمدنی معمولی نکاح چقدر وقت است؟ نه چندان زیاد. خدایا نجیب هم که میدوند کجاست. در وقت ضروری او را یافته نمی شود.
نجیب خوش آمدی. خوش آمدی. شام بخیر. خوش چه حال دارد؟ احوالتان خوب است؟ نه خیلی بهتر، لیکن حالا هم از حالتی صدمه‌ای نبرآمدم گویم هم دروغ نمیشود. همینطور از جناب امام. انسان در حیات خود چندین بار با مرگ روبرو می شود. بنشین. یمن معذرت میخواهم. یمن من به نزد شیخون میبرایم. خوب جانکم. وایلش خیر. زوجم همین خیل آیله‌دار بودنتان را نمیدانستم. در بارم خیلی کم معلومات داره. سر را پنهان داشته میتوانید. خوش درباره همون زنی در کابینه دیدگی هم یگان چی گوید؟ با عشق‌ورزی‌هایتان کاردار نیستم، پروا نکنید. نه مقصد من این نیست. این یک مسئله خردک، یک چند چیز را بیان کردن میخواستم و شما باور کرده میتوانم؟ البته. با سرپوشی زید بودن من قطعاً یگان علاقه ندارد. این را میدونستید؟ نباشد چیست؟ من در خارج سالهای زیاد تحصیل کردم. در دانشگاه ها آزادی چیست و چقدر باید باشد خوب آموختم. سببی به سرپوشی زید بودن من تماما دیگر است. من نیز از آنهایی می باشم که دو خیل حیات را به سر ببرم. نفهمیدم. آیله من از خارج است. دیگر طرفی مسئله، بعضی ها ما را طرز به زبان می آورند که هیچ خوشم نمی آید. در ظاهر مسلمان و ترک بری می نماید، ولی در اصل شخصیت و دینمان دیگر است. تمام سلاله من همین خیلی. تمام حیاتمان در چنین درویگی گذشت. بعضی سیماهای شناخته منصبدار هم همین شدن. مثلا یعنی سبب زیدی سطر بودن من بر اینها تماما ارسی می باشد. ما بر اینها نه تنها بس سطر بلکه بدین زید می باشد. لیکن من در این مسئله نیز درویگی کردم. نفهمیدم. نه همون مسئله فشار محلگی ها رو گفته یک چیز برآورده بودم که وای اصلا در محله ما وجود داره. فشار محله در ما وجود داره. منطقاً از ما یا از وای ها، یعنی که مثل خواست محلگی های ما حرکت نکنی رد معرکه می شوید. مسئله های ما دمانی در مقابلشان بودگی را همیشه عیبدار میکنند، تهمت میکنند و مجبور میسازند که آنها مشغولی سفید کنی خود شود. در اصل دلم با اون دختران میسوزد و دخترانی سطح بند، یعنی براستی فکر میکنم که باید آنها خوانند، علم آموزند. چون که محلهاتان شما را نیست میکنند. تنها محله ما نه. آن جمعیت مشهوره که اعضایش هستید؟ در این مسئله گپ نمیزنه. حالا از این دختک بازی کردم بیزار شدم. کلمه هایی هستند که سالهای درونیسی سفید استفاده میبرید و همچون پرده در پس آنها پناه میشوید. همه‌شان را چطوری که خواستید استفاده بودید. حاضر از اینجا نگاه کرده ایستادم که برای راحت خود خون این ملت را بکیده‌اید، ولی اکنون بس است. شخصی را که مرا کشتن میخواست بیان کرده توانستید؟ بله، نامش آکان سریگل.
جوانی در عکس بوده برایتان شناس است. در این صورت کلوب عقیده های ملی عکس برداری شده است. در خصوص این جوان یگان نقشه داشتم. کیا؟ گوش کنید. لیکن درباره نقشهشان یگان معلوماتی نداشتم. مخفی می داشتم. شاید هنوز هدف انتخاب نشده بود. و جوان همان روز آمده برآمد را گوش کرده بود. یکیشان مرا از آن جمعیت شناس کرده بودم. سیحان، دوگانه نزدیکترین همسرم. چیکار کرده شده؟ و امروز یک شخص از تشکیلاتی که گویا منصوبش هستم آمده و چشمانم نگاه کرده دروغ گفت. تشکیلات ولکان؟ و نام رمزی است. اصلا نامش چه اهمیت دارد که دیگر در این تئاتر جای داشتن نمیخوام. بیایید همه چیز را نقل کنید. این خائنها را همه ترکیه شناسند. جزاهایشان را بینید. این تکلیف صمیمانه‌تون را انتظار بودم. اما مسئله را با پررگی درک کرده ایستاده. حالا حیات بسیار آدمان زیر خطر است و این شما هم داخلید. این آدمان شوخی و بازی نمی کنند. از دولت پرزورتر شده نمیتوانند. دولت با قانون حرکت میکند. آنها تنها یک قانون دارند. به قانونی. ترکان جون، این خیلی چیزها رو چه خیلی میگویند؟ چگونه میفهمونند نمیدونم. چی شد؟ این به نام من آمد. کی فرستاده است نمیدونم. وقتی زیاد است که پنهانش میدارم. چرا؟ چیکار کردنم رو ندونستم. این چه خیلی میشود؟ مردها رو میدونی ترکان. حالا بعد یک سنی معین اینها رو که عکس برداری نموده است؟ نمیدونم ترکان. این رو با من چخل روا دید ها؟ باوریم نمیوید. او با 30 ساله اویلا داریم اون چخل خیانت میکند باور کرده نمیتواند. بعضی خشمها رو تنها انتقام خاموش میکند. نه من چون این کارو کرده نمیتوانم. این کار راههای زیادی داره. شرط نیست که تو خودت کنی. تو میتوان. این توی ترساندیه. در تاریکی چیکار میکنی؟ تماشابینان گرامی، طبق خبری نوی که به ما رسید، دکتر یمن کرجعلی چندی پیش در خانه‌اش بی‌رحمانه به قتل رسانیده شد.
کشتار کرجعلی که چون شخصیت آبرومند و انسان لایق زمان خیر شناخته شده است، مسئله سطر و سطربندی را که وقتهای آخر ظهور کرده است به خاطر آورد، چطوری که آگاه دیروز به جان کرجعلی سوءقصد شده بود ولی او حتی زخمی هم نشده جان به سلامت بود. لیکن از جانب بعضی جانبداران ظهورات کهنه‌پرستی به نقشه گرفته شدن کشتار این شخص آبرومند و لایق دوران معاصر در جامعه مدتی است که مورد بحث و آوازها قرار گرفته است. غیر از این وقتهای آخر به دست او هر گونه نامه‌های تهدید کننده می‌رسیدند و این ظهورات دلیل آن است که جامعه ما را چه خطری تهدید می‌کند. چه خیلی شد خدایا خداوندا. بعدی دسترس شدن تفصیلات بیشتری در خصوص این خبر دهشتناک آن را منظورتان خواهم کرد. حالا باشد به اعلان‌های ما توجه کنید. نجیب اومده ایستاده ایدم خیلی حالا هم نبر آمده؟ وای زنک شما سر کنید یک کاری فوری بر آمد. چخیل فوری چخیل سر کنید به شما چخیل سر میکنیم از برای خدا. شما تنها اکای دختر نیستید، هم پدر هم مادر هستید. بغیر از شما دیگر خیش نداره. در این وقتی فرصت شاهد بودنتون را بسیار میخواهم. نوید پریشان میشود دختر والله. نجیب به همین هم واقعی اثر گذراندگیم. وای زنک و پگامانیم این کار را نمی شود. این خیلی نمی شود نجیب از برای خدا. کی وقت می شود؟ کمتر پس ماموری نکوه می آید. شما چه ها گفته ایستاده اید؟ می فهمید؟ تلفن رو حالا خاموش کردنم لازم. بسیار وضعیت فوری است. بعد من و تو جانم شاهد می شویم. آمدن نمی توانم. شما سر کنید. خیر در پناه خدا باشید. نجیب خاموش کرد. کندمان خطایت را شستی. جناب ممکن باشد یک چیز را پرسم. وقتی که اصلی حادثه معلوم می شود با مخالفین یگان علاقه نداشتنش آشکار نمی شود مگر؟ دومان تو مرا در حقیقت به حیرت آوردی. تو آدم جنگ پسیکولوژی را میدانستگی هستی. خب به عقل است و با فکرش هر چیزی که گوید همان می شود. حقیقت ها بعداً آشکار می شوند هم اهمیت ندارد. اگر ممجی را که کشت هر دویمان نیز می دانیم همین خیلی نه؟ خیر وقتی که امور چی شده بود 100,000 آدمان با نشان اعتراض و میتینگ نبرآمده بودند مگر؟ خیر قاتلان اصلی حقیقتاً به طرفداران دین بودند مگر؟ خیلی گرچه قاتلان البته همه زرخرید بودند. بگو چی؟ حالا کسی پروا ندارد لیکن همه همان خیل به یاد می آورد. یعنی سیامی وظیفه‌اش را اجرا کرد. بگذار نکرده باشد. او کسی تمانتش کنی را خوب می داند. هنری ای ویرانکار را استفاده برده. بسیار نه یک چند سال پیش در ماهای ایون و خنکی های فیورال با توسط نوارهای تلویزیونیش طوفان‌ها را نبرداشته بوده مگر؟ راست میگوید جناب. این نقش شد. دو کاری باقی مانده را نیز حالا باید انجام دهیم. کم بوده نمیخواهم. اینک تماشابینان محترم ما حالا در خانه رختر یمن کرجلی می باشیم. رفتیم. جناب پرکرور میگویم که جنایت با سبب‌های سیاسی صادر شده است. درست است؟
اوید این مسئله در دست هنوز معلومات یعنی نداریم، ولی فکرانی و شخصیت محترم کیرجلی به شما نیز معلوم است. در چنین مورد احتمال جنایت سبب‌های سیاسی داشته باشد. چند تیر پرونده‌اند؟ در این خصوص به شما معلومات داده نمیتوانم. تیرهای بر رکتور پرونده شده شاید سبب‌های شخصی دارند. چخیلی که پیشتر گفته بودم، شخصیت و اندیشه‌های محترم رکتور به همگان معلوم است. جناب پروکورور، درباره از سبب‌های سیاسی صادر شدن جنایت در دست یگان دلیل دارید؟ من معلومات‌هایی که لازمه را کمی پیش گفته بودم. معلوم می شود که در این خصوص دلیل‌های اساسناک ندارید. این طور باشد اوید جنایت سیاسی بودنش سخنرانی نمودنتان از روی قانون نادرست است. جنایت است و سیاسی عادی نمی شود. کدام کار قانونی، کدام غیر قانونی، چگونه تفتیشات بردن ما را شما روزنامه‌نگاران نه، بلکه ما حقوق شناسان معین می‌کنیم. جناب پروکورور، با سوال‌هایمان جواب دهید. نیازی وضعیت چخیل است؟ سردارم از روی تشخیص اولا جنایتکار کاردان می نماید. چرا؟ همگی 3 بار پرونده است. 2 تای اولش تخمینا از نزدیکی 2 متر و راست به قلبش، یعنی مقصد کشتن، آخرینش به نهایت نزدیک. خیر، تیری آخران برای چی؟ این در کیسه چپی مقتول بوده است. تیری اول به این راست آمده است، بنابراین در حال نمرده است. دیگرش کمی از دل پایانتر، احتمال قاتل برای تفتیش کردن نزدیک شده است و نمردنش رو پی برده بار دیگر پرانده است. خیر، کاری کس است؟ حالا انیل گفته نمیتونم، ولی همین خیلی نماید. سردار، باز این را یافتیم. چیکار؟ شما چیکار کرده ایستاده؟ با اجرام چخیل به اجازت بده رایه. خانم، ما رو با جناب رکتور تنها گذاشته میتوانید؟ زود بیرون برایت. گوش کنید جناب یمن، برای وقتی پر از عشق و محبتتان رو بریدنم عذر میخواهم. این صورت را از کجا یافت؟ این در کیسه مقتول بوده است. زنی در عکس بوده همسرش؟ نه. نباید زنک. نجیب کجا شدی؟ حالا امکان سخن گفتن ندارم. نجیب بی همین هم امروز هممون توقف شدیم. التماس این خیل نکنی. خواهرتون خانه‌دار شده ایستاده است. شما چه خیل عقاید؟ یا شما میخواهید که گریه کنم؟ زنک، گفتم که حاضر وقت این سخنهانه. با شوهرت چه خیل کم زده ایستاده ای؟ کی راست همانجاست؟ ها؟ خوب. این خیل باشد به جای من هر دیتان شاهد شوید. حالا نمیتوانم. نجیب خاموش کرد. لا حول ولا قوت. همه‌اش بالای هم می آمده است. عذر میخوام بچه. هیچ گپ نیست سردارم. خوب، در این صورت پای انگشتان هست؟ از روی تشخیص های پیشکی هست، حتی بیشتر، ولی انیخش را دیرتر میگوییم. کار کرده و مقصدشان رسیدند. سردارم، نشانه های بازوری در آمدن رو نیافتیم، نه در در و نه در تریزه ها. با کلی در آمدن؟ بسیار با دقت بینید. یگان دلیل خورده را نیز به اعتبار نگذارید. خون است، عرق است، موی سر است، همه چیز رو ببینید. البته سردارم، حتما. خیلی با دقت باشید. این واقعه را آشکار کردن لازم و هم خیلی زود. نباشد در اطراف به سر و سامانی ها زیاد می شود. خیلی زیاد. خوش مانده های کار.
дар воқеъ як чизе аз чашм дур мондаро пайдо кардам. не чӣ будааст? бисёр аҷоиб. дар ҳақиқат хеле аҷоиб. о чӣ будааст духтар? боз аз ман пештар рафта ба наҷиб сардору фалониҳо мегӯӣ, нагӯй малаш. бале, ин диққати маро низ ҷалб намуд. бале сардорам, хабари кушторро якумин шуда сиюмин майдон пахш кард. ва соати пахши навор 7:20. хуб, дар хотирам аст, зеро ба соатам нигоҳ карда будам. бале, нағз дар хотир дорам. ниёзӣ, дар хусуси вақти куштор ҳанӯз чизи аниқе гуфта наметавонем. аммо аз рӯи таҷрибаҳоям бояд байни соатҳои 7-7:30 содир шуда бошад. вале чизи дигар диққатамро ҷалб кард. чӣ? ба фикрам баъди тир хӯрдан ҳангоми афтиданаш соат ба замин бархӯрда шикаста аз кор мондааст. албатта ин аз рӯи тибби адлия далели пурра нест. алҳол инро мон. соат дар 19:20 аз кор мондааст ва шикаста аст. албатта ин далели аниқ нест. вайрон будану ё набуданашро намедонем. албатта одам соати вайрона намегардонад. соати аниқи мурданаш кай маълум мешавад? фардо субҳ. соатро ту тафтиш кун. хуб? хуб сардорам. این واقعه رو از تلویزیون آموختیم. لیکن از جانب بعضی جانبداران ظهورات کهنه‌پرستی به نقشه گرفته شدن کشتار این شخص آبرومند و لایق دوران معاصر در جامعه مدتی است که مورد بحث و آوازها قرار گرفته است. خدایا خداوندا. ягон овози тирпаронӣ нашуниде? не. дигарашро биёр. خوب شد از سردور. ягон чизи диққатҷалбкунандаи تا آمدن رکتور فروزانک‌های خانه خاموش بودم. بعد از تلویزیون شنیدن این واقعه به بیرون برآمدیم. تنها فروزانک‌های اجرای کاری جناب رکتور فروزان بودند. من به عاقب خانه رفتم و ترکان خانم باوریتون است؟ از عقب خانه برآمده رفتن ماشین ترکان خانم رو دیدم. در داخل ماشین ترکان خانم رو دیده توانستید؟ نه شب تاریک بود. ماشین رو از تافاش دیدم. ماشین آن کس بود. نوعش رنگش رقمش نیست. 34 بین 36 در خاطرم مانده است. حالا نغز اندیشه کنید. همسر جناب رکتور ترکان خانم رو هنگامی به خانه در آمدن دیدید یا نه؟ نه ندیدم. اما خانه از عاقب نیز درآمدگاه دارد. بسیار استفاده نمی شود. بنابراین ما نیز عادتا در طرف پیش میشینیم. برای همین است که از طرف عاقب برآمدن ماشین خانم را دیده به تعجب افتادم. زیرا به خانه آمدنشان ندیده بودم. از همه آخر 1-2 ساعت پیش از واقعه با ماشین از طرف پیش برآمده بودند. سردار، از прокуратура برای دستگیر نمودن همسر جناب رکتور اجازتنامه گرفتیم. خودشان در پایانند. هنگامی رخ دادن واقعه یعنی بین ساعت‌های 7-7:30 در کجا بودید؟ در автопарк. در автопарк؟ بله. خیلی زیاد عصبانی شده بودم. شراب نوشم گفته به یک میخانه رفتم. وقتی از میخانه بر اومدم دیدم که ماشینم رو به جریمه‌گاه بردن. بعد برای گرفتن ماشین به آنجا رفتم. شاهد یا دلیل آورده میتوانید؟ کارکنان آنجا من و یا ماشینم رو میشناخته باشن نمیدونم. چرا شما عصبانی شدید؟ خیانت کردن شوهرم رو فهمیده بودم. صورت‌ها را به شما سیحن ماران نشان داده است همین خیل؟ بله. به همکارتان کمی پیشتر گفته بودم. به شوهرتان غضبتان آمد؟ اگر به شما عکسای با شخص بیگانه هماغوش بوده ای زنتان رو میدادن چیکار میکردید؟ همسر من را آمیخته نکنید. لطفاً به سوالم پاسخ دهید. میدونم چی گفتن میخواید. بله
ғазабнок шудам то андозе ки куштан хостам, аммо накуштам. кушта наметавонам. чӣ қадаре ки ба ғазаб оям ҳам касеро кушта наметавонам. این رو از نزد شوهرتان یافتیم در محل جنایت. چی شد؟ این صورت از اون صورتهایی که سیحن به من نشان داده بود. این رو باری اول میبینم. خطا نمیکنید؟ البته نه. وای 3 صورت نشان داده بود. چه خیلی که تخمین کرده میتوانید همش در خاطرم نقش بستم. اما اینش رو باری اول میبینم. برای همین در آنها پی انگشتانتان یافت نشد. تو با فکرتان سیحن گفتگی دوگانتان این صورتها رو برای چی به شما نشان داد؟ سیحن در دانشگاه شوهرم مسئول شعبه علم آموزی می باشد. رفیق هر دویمان است. او میخواست که من خبردار باشم. لیکن یک چیزی عجیبی بود. آن چیست؟ بعضی خشمها رو تنها انتقام خاموش میکند. نه من چون این کارو کرده نمیتوانم. این کار راههای زیادی دارد. شرط نیست که تو خودت کنی. برای گرفتن بیانات همین سیحن موران کارهای لازم را انجام ده در وقت کوتاه‌ترین. همین زنی در صورت بوده رو نیز دیده برا عشق من شده رکتر. اطاعت سردار. او دیر شده است. من میروم. بیاناتی همان سیحن موران رو بیارید پگاه سحر با بر وقتی. خوب؟ چی خیلی که خواهید؟ خیر کارتون آمد کنم. بر وقت اومدی. چرا دیر کردی؟ من پزمان شدم. پروا نکن. دیگر انتظاری نمیکشی. مردم کجاست؟ ساعت قریب 3 شب می شود. بارا در درون خواب است. زیجان؟ در این حجره. به فکرم خواب نرفته است. از پسی در گوش کردم. آواز گریه می آمد ندر آمدم. مرا ببخش جانکم.
از من رنجیده باشی حق داری. چی گویم؟ به روز خوشبخت‌ترین از نظر بودن توانستم. در اصل 27 سال است که همین روز انتظار بودم. میدانی، یعنی از روزی به دنیا آمدنم، بعد وفات پدر و مادرم، این انتظاری در من باز هم پرقوت‌تر شد. عایله‌دار شدن خواهرم را بسیار آرزو می‌کردم. سه سال شد که این دستخانه رو در جزدانم نگاه می‌دارم. ما پلیسیم، خودت میدانی، کار ما همین. برای خریدن این پول جمع کرده بودم. این روز رو که ها انتظار بودم. اکا شد. شما با من هم به جای پدر هم به جای مادر هستید. الله تعالی شما را هم در این دنیا و هم در آن دنیا خوشبخت سازد. تماشابینان عزیز، خبرنگار مشهور سیام میدان برای گرفتن بیانات از جانب پلیس همین سحر به اداره امنیت برده شد. ولی در خصوص بیانات میدان هنوز یگان معلوماتی نداریم. با رسیدن خبرهای تازه ما البته شما را آگاه خواهیم کرد. لطفاً با ما بمانید. سردار، دو خبری بد یک خبری خوش دارم. چی شد؟ شخصی هنگام در سن دانشگاه برآمد کردن رکتور که به او سوء قصد کرده بود مرده است. یعنی اوکان سریگول. چه؟ دکتران سکته دل گفتند. لیکن برای سبب یه حقیقی تشخیص لازم است. آن به ناموسان کارو کردند. برای فاش نشدن. دیگرش؟ عشق پنهانی رکتور ایسل باغون در نزد ساحل مرده یافت شده. با 2 تیری در قلبش بوده. عجب، او رو چرا کشته باشد؟ سردارم باز درست بودن گفته های ترکان کرجالی رو معلوم نمودیم. کارکنی افتاپارک ماشین را شناخت. در قیدها رقمی دولتی ماشین و ساعت بازداشته شویش نیز ثبت شده است. یعنی ترکان خانم راست میگوید؟ بله سردار. اینطور که باشد کسی این کار را با بالای وی بر کردن خواست. در آمد گپ ساعت مرگ رکتور انیق شد 19:20. کنی رفتیم با مهمانان در پایان بوده یک صحبت کنیم. همش رو با من گذار فرمود. حمایت شوندم حق خاموش شینی رو دارم. با من مود. یک لحظه شینید جناب، لطفا شینید. ما برای به دار آویختن سیامی نآمدیم. تنها یک چند سوال میدیم و با همین خلاص. جناب سیامی، من شخصی میباشم که خبرهای پخش نموده شما رو ننگریسته نمیماندم. دانه دانه کرده خواندن خبرهایتون رو بسیار میپسندم و توسط نوارهای اوریان اینترنتی پارسالتون و پسرتون که در آلمان مبتلای نشمندی گشته است موضوعی هنگام شدن شما برای یک خبرنگارمان
که یکی از شخصان معتبر میباشد ما رو خیلی غمگین با این مشاهده هم زوراوری پسیکولوژی کرده ایستاده. تنها احساساتم را ifade نموده ایستادم. در خبرنگاری از همه چیز مهم خبر راست را از همه پیشکش نمودن است. نادرست میگم جناب سیامی؟ راست میگویید. این که باشد از شما پرسیدن میخواهم دیشب با پخش نمودن خبر کشته شدن ریکتر را 1 دقیقه پیش از واقع خیلی موفق شده توانستید؟ یک خبر تلفنی گرفتیم در خصوص بردنش. یعنی هنوز 1 دقیقه پیش از کشته شدنش خبر پنهانی تلفنی گرفتید؟ خبری مخفی را همچون خبری مهم پخش میکنید مگر؟ حمایت شونده هم با جواب دادن مجبور نیست. از خاموش بودنش استفاده میبره. زبان بدنش خوبتر گپ زده ایستاده است. من جوابش را گرفتم. سوالهای دیگر را جناب پروکورور خواهد گرفت. سردار درباره یک مسئله مهم صحبت کردن لازم. همینجا امضا کنند. خوب شده است. با خانه همان عشق پنهانی ریکتور رفتیم. هنگام کافتکوی خانه رقمهای قلبکی ماشین همسر ریکتور ترکان خانم را پیدا کردیم. از این میبرد که بله سردار تخمینی کردگی من برید. بچه ها حجت‌های با کرایه گرفته شدن ماشینی عیناً مثل ماشین ترکان خانم را پیدا کردند. عیناً همان مدل رو کرایه گرفته است. بله بچه ها با شرکت کرایه دهی رفته صورت ایسل واگن را نشان داده معین نمودند. به غیر از این در خانه یک سلاح یافتیم. از روی خبرهای بالیستیکی سلاحی در جنایت استفاده شدگیش انیق شد. یک چیز دیگر است. در دست ریکتور 2 تار مو یافت شد. نیازی گفت که دینکه های این موها با موی ایسل خانم به یکدیگر راست می آیند. قاتل یعنی عشق پنهانی ریکتور. و شاید از همین سبب او را نیز از بین برداشتند برای خاموش کناندن. ایسل نیز از اول یک از شخصان استفاده شده این جمعیت بود. این حریف به مقصد رسید. حلیمه رخصتی بود کو. الو ممدو، از تو جای همان آدم مشهور را گفتنت را میخواهم. حاضر همین دقیقه در کجا بودنش را. جناب حضور میخوام. به گازتوک در اومدن من است. گازتوک بستنتون لازم. گازتوک میخوام؟ من این میشود. ببخشید جناب، مرحمت. بگذارید. واه واه عجایب. سردار مشهور و قهرمانمان نجیب. توبه. امروز در تمام روزنامه ها قهرمانی های در دریا نشان داده تان نشر شده است. شما هم عرق فرمایم. هنگام اجرای وظیفه نمی نوشم. و 24 ساعت در زیر وظیفه ایم. گرچه وظیفه هایمان و هم دیگر زیدن، اما با فکرم شما مثل من عقیده ندارید. مگر همین توانست جناب بیرال؟ این قدر ذکاوتمند بودنت را نمیدانستم. چندین سال پیش هنگامی در ارزروم وظیفه‌دار بودنم فهمیده بودم. ارزرومی ها دانک های آفتابپرست را چی میگویند میدانید؟ سمیچکا از روسی گذشته است.
در اصل تو نیز دانستنت لازم. تو نیز در آنجا 4 سال وظیفه‌داری نمودی. حتی الپرین در همونجا تولد شد. همین خیلی نی؟ ارزورومی ها خاموشک را چی میگویند میدانید؟ چی خاموشک؟ این را نمیدانستم. ویزیک راستی ترکی است. کلمه مکمل است که از ویز کنی های خاموشک گرفته شده است. شاه بابل نمرود را چی مغلوب ساختنش را میدانید؟ بودر شدش یک ویزیک. مایده یک ویزیک. شما رو نیز یک ویزیک خردکک نابود میسازد. حامیان فیلم در استودیوی مرکزی پرودیوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولتی عبیدالله، غیوری اشور. کارگردان آواز و تنظیمگر ظاهری حسن، امیدجان علی. ترجمان ها نسیم جان تومانوف، اکملی احسان. محرر غیوری اشور. پرودیوسر کامل جان سفرов و نقش ها آواز دادند: فیروز عمر، عاطف خالد، ملاحت عبدالله، محمدی مرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، مستوره عارفی، موجوده رجب، کامل جان سفرов، مولانا بانو، شیراز، سلطان مراد باباها، دلربا پلایو، محمد جان شاهی، فرخ ابوالرحمن، احسان کمال، سید اکبر جلالов، قربان علیев، فردوس حسن، شهرت رحمت الله، علیشیر آدینایف، نسای محمد جان، مهرانگیز و فرتان. پایان قسم 8.